میخوام بهتون 2 تا محصول از برند امندی معرفی کنم، ولی اول اینو بگم که محصولات امندی یه جوریان که یه سریاشون واقعا خوبه اما یه سریاشون اصلا خوب نیستن. اینو بهتون رک بگم، پس قبل از خرید حواستون باشه که بعدش پشیمون نشین. اولین محصولی که عاشقشم این کره بدنشه. واقعا از این من خوشم اومد و خیلی دوستش دارم. هم بوش خوبه، هم بافتش خوبه، همین که کامل پوستتون رو نرم میکنه، برای برداشی و اینا خیلی خوبه و من واقعا دوستش دارم و خیلی ازش خوشم آمد. دومین چیزی که دوستش دارم این فوم شستشوی صورتشه که واسه پوست نرمالش، به خاطر اینکه برای پوستای خشکش اصلا قدرت پاک کنندگیش خوب نیستش، اما این یکی هم قدرت پاک کنندگی خوبی داره، هم پوستتون رو خشک نمیکنه، هم جوشینا نمیزنه. فقط هر فیس واشی که میخواین استفاده کنین قبلش حتما پوستتون رو مخصوصا اگه آرایش دارین با میسلر واتر تمیز کنید که کرم پودر و اینا نمونه. این کار باید بکنید در هر صورت. ولی من از این دوتا خیلی راضی بودم. مرسی که این ویدیو رو دیدین.